وقتی آیت میخونیم درباره آیتی که درباره فرض شدن روزه گپ میزنه، ببینید که قرآن درباره احکام تفصیلی که درباره روزه است گپ نزده است. اومد برای ما غایه و مقصدی که همه این چیزا رو جمع کنه برای ما بیان کرده. گفت که در آخرت گفت که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. برای شما روزه فرض کرده شد آنچنان که برای امتهای گذشته بود. و علاوه بر این چه گفت؟ شاید که شما یون که باشد که شما تقوادار شوید. یعنی به تقوا وابسته کرد. یعنی ببینیم این تقوا یک حالت وجدانی گذران است، بلکه تقوا یک چیزی هست که باید بنده درک کند که همیشه الله حاضر و ناظر حرکت های او، سکنات او هست. تمام عمل هایی که میکنه خدای تعالی باید میبینه. یعنی سلوک او، کارهای او همه زیر نظارت الله تعالی هست. روزه این یعنی که صوم جوهرش این از طعام و از خوراک و از این چیزا فقط بازاری کردن نیست، بلکه گوهر روزه این فرمان خدا را از خواهشات نفس خود بالا گرفتن است. یعنی بنده یک کاری مباح رو فقط برای خاطر اون که الله فرمان داده است، خدایش فرمان داده است دست میکشه. این معنی اون دارد که در بنده یک ترازوی نو پیدا میشود. ترازو چی میگه؟ مادامی که من با دستور خدای خودم از کار حلال و مباح که خوردن مباح است، نوشیدن مباح است، جماع چیزی مباح است دست کشیده میتونم، پس چرا از حرام دست نکشم؟ از اینجا معلوم میشود که تقوا این ثمره و میوه روزه است. پیامبر صلی الله علیه و آله در حدیث گفتند من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه و شرابه. یعنی کسی گپای بیکاره، گپای تهمت، دروغ، گپ زدن اگر در روزه ترک نکنه خدا حاجت به او گشنگی و تشنگی وی نداره. طعام و شراب اطراف یک سو گذاشتن و زبان باز همون تهمت، زبان باز همون دروغ، زبان باز جنگ و جنجال و داره، این حالت نگه وی روزش روزه نداره و روزه به میوه هست. حدیث یک ترازو عجیب میده، میگه که هر شخصی که روزه زبان او رو زیر نظارت خودش نگرفت، حرکات او رو زیر نظارت نگرفت، گوش او رو زیر نظارت نگرفت، چشم او رو روزه زیر نظارتش نگرفت، روزهش از مقصدی که خدا فرموده است دور است یا اقلا ناقص است از اون. بنابراین گرچه که شکل فقهیش درست است، انسان از صبح صادق تا بیگاهی خوش باز داشت. از چی؟ از خوردن و نوشیدن که شریعت میگه گفته است، از جماع. لیکن میوهش چی است؟ تقوا هست و اینجا خدا ترسی است. از این میوهش بهره مند داشت. چون زبانش نظارت نکرد، چشمش نظارت نکرد، گوشش نظارت نکرد، بنابراین از این میوه محروم شد. معلوم میشد که روزه و صوم برای اون فرض شد که انسان باطن خودش نظارت و کنترل کردن یاد گرفت. که این چیزی است که از مردم، از نظر مردم دور است، باطن هیچ کی نمیدونه. لیکن روزه انسان چه تعلیم میده؟ روزه انسان میتونه که وادار کند تا اینکه باطن خودش اصلاح کنه. یعنی اینجا روزه مدرسه اخلاص است. چرا مدرسه اخلاص؟ بنده حرکت میکنه که خودش زیر نظارت گیرد، باطن خودش زیر نظارت گیرد، حاکم باطن خودش شود، حاکم نفس خودش شود. بنابراین الله تعالی در حدیث گفت این روزه رو به اخلاص ارتباط داد، روزه رو به اخلاص علاقمند کرد. برای چی؟ در حدیث میگه که کل عمل ابن آدم له الا الصیام. تمام عملی که میکند برای خودش میکنه بنده خدا، بنده مگر روزه که خدا چی گفت در دامش؟ فانا اجزی به فانه لی و یش برای من است. چون اخلاص است، چون هیچ کی دیده نمیتونه در عمل. ممکن من روزه میگه خونش میاد آب میخواد کی میدونه در جای روسی آب بنوشد، که برای خدا گفت که فقط برای من است، من پاداش میتونم خودم. یعنی اینجا روزه چی است؟ مدرسه اخلاص است، مکتب اخلاص است، انسانی مخلص ساز است روزه. ابن رجب حنبلی جمله زیبا داره، میگه که روزه شهوت قطع میکند و گذرگاه شیطان رو در جسم انسان تنگ میکند. یعنی شیطان نمیتونه به آزادی حرکت کنه اگر هم مقصد روزه بنده رعایت کند. و این چی میگه که تندی نفس انسان، خواهشات نفس انسانی رو چی سرکوب کنه است. بنابراین مقصد از روزه انسان جسد خودش قهر کرده، بالای زوری کرده، جسد مانده کردن نیست،
بلکه مقصد از روزه بسیارتر چی باطن خود تازه کردن است، تزکی نفس است که همون در اشاره کردیم که مدرسه اخلاص است و مدرسه تقوا است. و قرآن هم پیش از اون که احکام روزه گپ زند فقط درباره چی اکتفا کرد، گفت لعلکم تتقون. خب وقتی این سخنای بالای گفتیم درک میکنیم میفهمیم، به خلاصه میرسیم که این ماه رمضان برای خاطر عملهای زیاد کردن نامده است، این ختم، این رمضان، این فلان، بلکه از نوسازی و بازسازی انسان، بازسازی باطن است. بنابراین علمای گذشته، سلف امت، انسانی که کم ختم کرد و آدمی از رمضان ضرر کرده حساب نمی‌کرد، بلکه انسانی از رمضان ضرر دیده همون انسانی است که چه خیلی درآمد هم خیلی برآمد. همون انسان دروغ درآمد، روزه داشت با دروغش برآمد، با همون گران فروشی میکند با هم شک بیرون برآمد، مردم فریب میکند با هم شک برآمد. بنابراین مهم چی است؟ انسان اصلاح باطن و اصلاح قلب خودش است. اگر هر کسی از رمضان با یک قلب درآمد و با قلب دیگر برآمد، انا انسان گرچه که یک بارم ختم کرده باشه اگر از انسانی که 10 بار ختم کرده است افضل تر است. تو هم 10 بار ختم کرده اگر مقصد روزه رو پیاده نکرده باشه. با این ما رو با اون حدیثی که از پیامبر صلی الله علیه و آله وقتی که جبرئیل آمد و پیامبر بالا منبر میبرمدند، همون حدیث به ما یادآوری میکنه که پیامبر صلی الله علیه و آله وقتی منبر برآمدن گفتن آمین، صحابه گفتن چرا آمین گفتی؟ پیامبر گفتن که جبرئیل آمد و برای من گفت رغم انف امرئ ادرک رمضان ولم یغفر له، یعنی بینیش به زمین مالده شود، خار باد انسانی که رمضان رو دریاب کرد و گناهش بخشیده نشد. یعنی رمضان رو دریاب کرد، چه خیلی دریاب کرد با هم خیلی برآمد رفت، اصلاح نشد، یعنی باطنش هم خیلی باطن ماند.